داملو، من از شما بخشش پرسیدن میخواستم. استغفرالله، چی گپ شد؟ از روزی که به محله اومدید من به شما خوب رفتار نکرده بودم. واه خواهر جانکم، همه این ساخته بود است و میفهمی، لیکن در کودکیت نشونین بودی. میزمیزکی من خواهرکم تو رو با آغوش نگرفته خود رو چونین داشته ایستادم. اگر دونی نه جانم میشود خیلی چیزا. آیله پاره پاره شده رو شما پیوست کردید داملا. خدا از شما راضی باشد. استغفرالله، هیچ گپ نیست. ما هم از دست همون چیزی باید همون رو میکنیم. شما خوب هستید؟ یگان کمبودی نیست؟ سلامت باشید داملا. شکر خدا. با اجازت شما من روم، در بیمارخانه انتظارم. روز بخیر. روز بخیر. خواهر جانکی من، خاطر مشه خواهرم، از این پس در برم هیچگاه تنها نمیگذارم. سلام علیکم. سلام. علیکم السلام. من مسجد این محله رو میجویم. مسجد دوتر مونده مگجون، در دیگر طرف. اگر نماز خوندنی باشی وقت گذشت. من نمازم را خوندم. خدا قبول کنه. تشکر. من امامم. مرا از مفتیات اینجا تعیین کردند. ببخشید امک جون، من هم نفهمیدم. با اینجا تعیین شدم، گفته شما چی رو در نظر دارید؟ یگان جای نافهمیش نیست. من امام هستم و مسجد اینجا نو تعیین شدم. شما مسجد رو میدانید یا نمیدانید؟ مسجد؟ در مسجد چیکار میکنید؟ سبحان الله. من امام میگویم با مسجد میروم. تو میگویی که اینجا چیکار میکنی؟ اگر در کجا بودنش رو دانی بگو، میدانم. اگر ندانی وقت مرا بهوده نگیر. آخر اگر دیگر کس میپرسم. نه مگر این فیلم شود. من شما رو تو مسجد گفتم. ایطور باشد. داملو، یعنی که شما در حقیقت امام هستید؟ ای دوستی عزیز، چند بار گویم من امام هستم. داملو، شما در حقیقت امام هستید؟ یا خدا توبه. او مگر امام ساخته هم میشود؟ رفته وقت کم. چی رو در نظر دارید؟ به نماز دیر ماندیم. هیچ نباشد برآمد جماعت را دریاب کنیم، با آنها شنا شویم. بیایید رفتیم. میرویم و فقط شما نمیرسیدید در اینجا. امیسو؟ ای خیلی راست میرویم. کمی دور بود است. چی شد داماد؟ یا اینکه باز یگان عملیات نوی جنایتی برآمد چی؟ نه جناب، چرا این خلیفته؟ ندانم. یا خیلی جنبیده گویا از قفای قلتکلس میپری حالان که او وفات کرد. چه علاقه دارد جناب؟ به خدا نمیدانم. اکنون آن کلتکلس اگر از قبرش خیستن نهایت، تو از اینجا به آنجا رفتن نمیتوانی. اگر خواهی تو را به آنجا روان میکنم. به من کاید نبیره تولد میکنید؟ بابا جونو رو در خجالت موندید. یگان جای شرمش نیست؟ آخر من خودی هستم. چقدر شد در این خانه به صدای کودک بسیار غمگینم. پیش از مردنم به من این خورسندی را هدیه میکنید؟ خدا نشان ندهد جناب.
آمین خیر، دیگر غمگین نمیشوم. زهرا مرا رد نکرده آیله دار میشود. شما باشید اقلا همین خبر خوش را دیده؟ ها یک خانمان با صدای طفل هوای دیگر گیرد میگویم. اوه چرا ایستادیم؟ با خدا دوملا من آمیخته کردم این طرف بود یا اون طرف بود فراموش کردم. میلش برادر، تو نمیدانسته ای؟ از دیگر کسی میپرسم. نه دوملا، من شما رو میبرم در این هوای بارانی تر نشویم، برای کوتاه رویم میگویم. این طرف بود. از من میپرسه؟ نپرسم. اگر من مسجد را میدانستم از تو مگر میپرسیدم. از برای نادانستنم از تو پرسیدم برادر. مالش دوملا، غضب نباشید. معلوم میشود که این خیلی سوال ها با شما معقول نیست. پس من هم دیگر نمیپرسم. بیایید با اون طرف. اونال چی مشکلی داری؟ عزیزم یکون مشکلی ندارم. تنها برای درباره کودک گپ زدن با باید کمی ناراحت شدم. کنی یک به چشمانم نگر. تو از من چیزی رو پنهان داری؟ تو چی درد داری؟ نه عزیزم، من یک درد دارم. میدم درد میکند. میده درد دارد؟ بله درد دارد. میگذرد گفتم اما هیچ نگذشت. یگون چیزی خورده تاثیر کرده باشد؟ بله شده میتواند. علاوه بر این گپ‌های بابایت هم تاثیر کرد. هم میگویی که میدم درد دارد، هم با بابایم سر و کار داری. نمیفهمم چی خیل سر و کار علی، چی خیل سر و کار. بین در حقیقت توقت میکنم گفتم اما توقت نکردم. من به یک داروخانه رفته دارو گیرم زود میآیم. میل سفسطه نگو. تشخیص نکرده چرا دارو میگیری؟ ای دارو برای میده تتراسیکلین. من یک داروخانه رفته زود میآیم. خاطر نشو. میآیم تتراسیکلین. این دردی میده نبود و خیر میبینیم چی میشود در آخر. این خیلی نمیشود. در طی باران ماندیم. نه دوملا، با فکرم تو راه مسجد را نمیدونی. ایست از اینها میپرسم. نه دوملا، نپرسید که با سرتون درد میشود. چه درد میشود؟ تنها راه مسجد را میپرسم. شما نمیک رو نمیشناسید؟ نمیکش کی؟ نمیک دیوانه. نه دوملا، معلوم نکرده نگرید در طرف راست بوده. نمیک دیوانه شوهر این دختر از شما حالا سراغم میپرسید، اما او نمیفهمد. از یگونجا برآمده میآید و از مثلمون درد میشود. تو چه خیلی آدمی عجایب بوده ای برادرم. من ایمان هستم، سالم به جای رسیده است. آخر تنها راهی مسجد رو میپرسم. چرا به سرمان درد شود؟ دوملا، یعنی شما آدم هستید. او آدم نیست. مقصدم این بود. آخر چرا مسجد رو میپرسید؟ من شما رو میبرم. آخر برده نمیتونی کو. حال میکنم دوملا، خواهش میکنم با من باور کنید. مرحمت. یا خوبه من یاری. الو لبین، از خفای کلتا کلاس هستی ها؟ چه خیل از خفای اون هستی؟ من حاضر میآیم. بلا میآید. ها استاد وقتی که روزدار باشی با درون دریا درای روزت میشکند مگر؟ یاد نمیرسید جیری، مگر این خیلی سوال ها میشوند در وقت زمستون مگر با دریا میدروی؟ دوستی عزیزم، اگر از دهانو بینید هنگام روزدار بودنت آب ندرآید به دریا در آمدن میتوانی، اما در وقت آبوسی در آمدنش ممکن. احتیاط کردن واسه. اکنون فهمیده ایجوری؟ فهمیدم. خدا از شما راضی باشد. از تو هم پسرم، خدا راضی باشد. من هم یک چیز پرسم. از من؟ بله. از اون نپرسید، از من پرسید. من با او میرسم. از خودش میپرسم. اگر از خودش پرسید خودش رو گم کردنش ممکن. مرحمت بپرسید. مسجد کجاست؟
کدام مسجد رو در نظر دارید؟ مسجد محله را میپرسم. همین مسجد محله خودمون. بله. خودش را گم کرد. من شما رو گفته بودم که خودش رو گم میکند. این خیلی ناگهانی سوال از او پرسی خودش رو گم میکند، چون که عموما در اینجا فقط او سوال میپرسد. هجری جان، تو را من نمکت رو با مسجد میبرم. استاد این نمک کیست؟ هجری حاضر وقت سوال دادن نیست. در اصل با سوال هایت مرا پریشان کردی. نه استاد، مقصدم این نیست. در نزد شما مسجد محله من رو پرسید برای همین. هجری تو حاضر را بعدتر من با تو میفهمونم. مایلش شمک جان خیر. خوب مایلش در حقیقت خودش را گم کرد. السلام علیکم داملا. علیکم السلام. یا خدا، حالا مسجد نرفتم جماعت مرا انتظار بوده است. در یک نگاه داملا بودنم رو فهمیدم. با خدا داملا چی گویم، در رویتون نور نمایان است. با هر حال از این خود شخصی که زیباست زیبا میبیند. این زیباگی قلبی توست پسرم. رفتیم خیر، خونه خوردیم. میرویم داملا. خونه که اگر لیوینت اینجا باشد پس مونال هم در نزدیکی هست. کلتکل زود یکم کار کردن در کار. راه گردید. این رو بینه. این چی کار میکنه؟ چون این به اینجا آمده است کمیسر رونال هم کمی پس می آید. دوست ما چی کار کرده ایستاده است؟ و سردار، رفیق سردار، چنجی است؟ در اینجا چی میکوبه سردارم؟ یک گم شو از اینجا. چند مرتبه با تو گفتم من سردار نیستم. چرا مرا سردار میگویی؟ خرچی گویم آقای پلیس گویم مثل امریکنس ها میشود، تقلید میشود. سردارم گفتن گپی محلی خودمون است. ای دوستم با من هیچ چیز نگو. این حال من مشغول هستم، مانند تو بیکار نیستم. من در اجرای وظیفه ام. رو اینجا چیکار کردی اینجا؟ وظیفه، در اجرای وظیفه ام میگویم. اگر تو تاجیکی رو نمیفهمی پینوینگی چی تو؟ و تا اول خطه دا اوینه نگاه کن. برای سنگ و پرک با من پینوینگ شده ما. با خدا سر از رنگی کنی اتیورکا خطه با نگاه که دا اوینه یک کارگری کلون دولت خیمه بدونم که تو یکم کودکی یکم بیعقلی نخودم خیلی گرزنی. دزدان در شهر میگردن و ملیسا در کوچه های تن. یک دقیقه تو چی گفتی؟ کوچه نه پیش از این اتیورکا. نه، در بین این دو کلمه یک چیز دیگر گفتی. دزدا. دزدی شد. در کجا چه خیلی که این بفهمم؟ نه یکم دزدی نشده؟ شوکت، دزدی شد یا نشد بگم؟ ما اینجا دارم. ما بطر ملیسم دا اینجا. رفته؟ چرا سردارم؟ یه بیامان از پشت تو مرا بگب گرفتیم، اونها گریختن. شما چرا در نظر داری؟ یه تو دیگر کار نداری، باید با تو همش رو شهر دیم. رو از اینجا گوشم. مایلش تو بشی همجا تخ کن. ما رفت. این دفعه سردارم ما رو علیق میکوشه. انا آمدیم. هیچ کی نسیم. آی مسجد در کجاست؟ برادر چو کسی؟ چیکار میکردیم شوکت؟ راه گشتید؟ ایدید که امام مسجد است. ای کدام مسجد؟ چه کدام مسجد خودم. همین مسجد تو؟ وظیفت هم میگیرم. شوکت با خدا روز گفتی خاموش ای برادر، صحبت رو یک طرف گذاره. صحبت رو بس کنید هر چیز زودتر، یا اینکه من خودم رفته میابم. داملا فقط سرزنی شوخی خیل نمیشود. لطفا خیل نکنید. میگویم که حرمت کنیم اما نشده است. خیل حرمت سر ویران کردید. تا داده بود به اینجا آوردید. آخر داملا من شما را نمیبرم، نمیگویم که، لیکن شما هیچ مرا گوش نمیکنید. در کوچه پایان پلیس ها بودن، در کوچه بالا باشد راهسازان راه را تعمیر داشتن. گفتن که شما را برای کوتاه برم. اینطور باشد خدا تو رده. من چه کردم؟ ای تو مرا با کجا آوردی؟ این کجاست ای پسرم؟ داملا آخری خیلی نمیشود. در حقیقت نمیشود. شما رو میبرم گفتم میبرم. اگر شما رفتن نخواهید آشکارا گویید، بهانه نکنید. سفسطه نگوی پسرم. سفسطه نگوی. بس لطفا من خودم میابم. بس اکنون بیزار شدم. آخر من خودم میابم. داملا دقت کنید. داملا آیسته. داملا شاکر داملا رو ماشین زد. ای برادر این رو ماشین مرده کشک زد کو؟ ای برادر بیا بگریزیم. مگم دقت ده. خدا را دیدم. برادر تو چیکار کردی؟ پیشت رو نگاه کنی نمیشود.
نیست گویا این آدم با تک زمین در اومده رفته باشد. من اکنون با سردارم چی میگویم ها؟ لبای شیف از قفای کلتکلس هستی ها؟ سردارم من راستی گپ از قفای کلتکلس نیستم. چی خیلی از قفای اون نیستی؟ سردارم با فکر من رای کلتکلس رو گم کردم. چی؟ این کاری کرده شو بین بی عقل دیمونه. به همینم حال شد میشود با ماشین مرده کشک سوار شده. اما چه برای در این ماشین شتن آدم جانشون فیدو میکنن. مانند دیوانه ها گپ نزن، حاضر یک میزنم در بر داملا خواب میروی. شوخی کردم بباشا شوخی کردم. نه قطعا نه شوخی کردم شما نه سریوز گپ زدم میشه زرونده سی وقت بخیر. شوکت مگر حالا جای شوخی کردنی است برادر؟ آخر من خودم رو گناهکار حس کرده ایستادم از پشت این برادر. آدم. تو چرا از پشت همه خودت رو گناهکار میحسابی؟ اخی خودت رو چیکار میکنی؟ از این طرف را با اون طرف را گذاشتن و ناموخته باشه دامولای کلام ای بیتا میمره چپ راست نگاه کنه. همین به عقل با خودش دامولو میگه. خاموش شو. این دامولا راهی مسجد رو میجوز. من رو با دیگر راه بردم، البته عیبی من است. محترم جماعت صفحه را راست کنید که شیطان در بینمان ندراید. محترم جماعت خاطر رسان میکنم که برای پره ساختن مناره مسجد در حولی مسجد خودی خیریه گذاشتید. خیریه هایتان را به آنجا گذارید. مسلمانان محترم صف کشید، نماز را آغاز میکنیم. تمام دامولو سرش که صف کشیدیم. داملا ما رو میشنوید. برادر مجبورش نکن بین حالش خوب است. شکر خدا که به گپ در اومد. اگر میمور چی میشید؟ یگان ضرری سخت نبینه شوکت. آدم سرش رو بسیار سخت زد. نه برادر چه ضرری سخت؟ بسیار انشالله مولا مردم دیر میمونن. انشالله. آجیلان یک کس را آورده. برادر شما خطا کردید، او را به قبرستان برید. او بیمار است. اما بیمار است چی خیر؟ ای مرده کشک جوشید. برادر زود باشید، نگاه کردن نیستید. آخر یگان زنبر بیاره. حاضر توبه از پشت من شد. اگر من نمی بودم حالا این آدم با جماعتش نماز میخوند. بخشش لبای سلام. بله حالا هم در وطنم هستم. بله احوالت خوب است؟ تو چیا میگویی؟ در وطنت هستی و ما مگر در غریبیم؟ راست میگویی دوستم. دوستم پوستم گفتن را یک سو گذار. با من گوی که تو پول رو تیار کردی یا نه؟ بله کارشون رو حل کردم. ای کودک میگیرم مانم بازی نکن که تو را نابود میکنم. خواطر نشو. چی خواطر شوم؟ مرده حال میکنی. مایلش خیر تو بازی دوستم. تو بازید. بای تو بازید. سمی من با بام گپ زدم. خواطر نشو در دوام یک دو روز چه خیلی که گپ زدیم پول به دستت میرسد. بسیار مینتون. اما مینتداری نکن خفه میشه. بسیار یاردم کلان میکنی. اگر تو نمی بودی آن مالها رو به دست آورده نمیتوانستم. این خوبیت رو اصلا فراموش نمیکنم. ببین باز همین فکر کرده ایستاده. دامالو زیو یگون گپ نمیگوید؟ نه چه علاقه دارد؟ او از پاشا فیلمی سازد که از همین سبب گفتم. چه خیلی یعنی دیگر خیلی فهمیدنش ممکن است. آخر در نتیجه یک شخص دیندار است اما سخت رو رشک میکند. نه زیاد جانی من بسیار شخصی میفهمیدگی است. بسیار دورندش است. این خیل دامولای مسجد. حالا آنکه من حالا هم نفهمیدم که چرا با دامولای مسجد تو اویله دور میشوی، اما با فکرم این شخص رو بسیار دوست میدارد. یعنی من برای هر دیتون شدم. همین خیر؟ از کجا فهمیدی؟ با تو بسیار رشک میکند. شخصی که دوست میدارد رشک میکند. تو رو رشک میکنی؟ دامولو زیو رو دوست میداری؟
گوش کن بسیار خوشحالی هستی تو با شخصی که تو رو دوست می‌دارد اویلادور میشوی اما تو میگویی که او دوراندیش است با فکر من کمی کونه پرست رشکون است احتیاط شو یعنی برای این میگویم در بین ما حالت قرضداری است که اگر این رو فهمد یگان مشکلی میشود برای این میپرسم نه چرا مشکل شود زیو این خیل کار نمیکند کمی راحت کردم یعنی اگر در بین ما یگان مشکلی شود از همه زیاد من غمگین میشوم تو راحت باش سمی جان مشکلی نیست میبینی چخیل پیچیر کده گپ میزنند ها خیر چی کار از دستم می آید راو با نزدی سمی راو او رو تنها نگذار زهرا رو نمیبینی چخیل کار میکند مادر و زهرارش کنم یک چند ماه بعد اویلادور می شود گفتن نمی شود عزیزم میگویند که کلین با اسب نشسته است یا نصیب گفته است پگرچه شدنش رو کی میداند اگر مناسبت زهرا و زیا ویران شود زهرا رو کی آرام میکند از درد عشق قلب شکسته ای زهرا را سمی مگر تنها میگذارد گوش کن به تو میگویم مناسبت زهرا و زیا با ازدواج آخر نمییابد چه خیلی که ناگهانی آغاز یافت همون خیلی آخر میرسد یه رو فکر کن آقای دکتر احوال داملا خوب است؟ شکر خدا که حسابی وزمی ندیده است یک دو روز در اینجا برای احتیاط میخوابانیم او را فهمم رحمت سلامت باشید داملا با راحت خواب روید انشاءالله جماعت به امام نمیماند برادر بیا بریم رفتیم روزش نفورید اما کمدار کجاست؟ خوب یعنی همکتان خطر رو پشت سر کرده است تنها از چی؟ از چی سوتکه داشته؟ از برای احتیاط یک دو روز خواب میکنند رو شما کی هستی؟ من از کمیته دین یک دوستی همکتان هستم مایلش خدا شفا چی خیل گم میکنی کلتکل است را چی خیل گم میکنی سردارم وجدان انسانیم گمش کردم یک بار ناپدید شدم حاضر من تو رو چنان گم میکنم که خودت رو نمیابی عزیزم یک داروخانه در آن زود میآید سردارم بخیر باشد برای چی دارو میگیری؟ سری تو رو میکفانم برای همین بید میگیرم برای تو صغیره سردار بخیر در حقیقت همین خیل بود قسم میخورم که مانند فهماندگی هم بود اوه بای شیرینی من بسیار این رو نقص میبینم برایتان یک لگن شیرینی فرمایش دادم من خوردن نمیتونم شما خورید به شما اشتهای تام فکری خوب کردید پدر جان خیلی شد که نخورده بودیم آش شود بسیار معقول شد زهرا جان تو این رو بخور طبق من خورد است معلوم به نزدیک کلین میشوی به شکل دقت دادن لازم ها با این زیباگی قیمق بینگریده در خارجه از خوردن خوراک‌های اروپایی مزه این رو فراموش کردم بلبل را به قفس طلایی گذاشتن باز هم وطنم گفت از همین خیل نه در حقیقت این خیل وقتی نمیابی که کارهایت رو تمام کنی محبت وطن هیچ به آخر نمیرسد خوراک‌های اینجا بسا دیگرگون میباشند مثال از شیرینی از کدو آخر در اونجا این رو با کی فرمایش میدهی این خیل نیست همی جان در آنجا هم کدو هست چون شیرینی را در آنجا هم پخته میشود کسی که خواهد پخته میخورد کرده میشود مگر اینقدر بولازد میشود میشود نمیشود یعنی او بگی در اونجا مینوشی یکان مزه ندارد باد و هوای کشور دیگر است پسرم وقتی که بار اول رفتم از نفس کشی مشکلی کشیدم با دکتر رفتم تشخیص کرد گفت که جگرهای از ضرر ندیدن از سبب باد و هوا یعنی بدنم در اونجا زیستن رو قبول دارد و اما روح هم در اونجا زیستن رو قبول نمیکرده است این باشد با پسیخولوژی مشکلی نفس کشی سبب میشده است بله اینقدر عجیبه پسیخولوژی انسان خودش عجایب ملیس جان بسیار آمیخته یعنی
پسرم مدام که اینقدر عذاب کشیدی بیشتر می اومدی آخر. اما که اکرم صبر کردم برای کار، برای زندگی، برای نان. مثلا حاضر به کاری نوی تکلیف شدم، اما با عقلم قبول دارم اما روحم هیچ به آنجام نرو میگوید. پس تو هم قبول کن پسرم، مدام که سلامتی روحت ویران می شود بیش از همه سلامتی باشد. چی کار کردنم رو نمیدونم اما جان، من در اینجا با چی کار میگویم؟ ای برادر امی زنکو ده بسیار نوزکاری آرام شو خی؟ چخیل آرام شوم شوکت، چخیل آرام شوم. از 4 طرف مشکلی دارم. خواهرم در اینجا در پیش چشمم است، لیکن با او این رو گفتن نمیتوانم. حیران موندم با خدا. زهره رو دوست میدارم، روبرو شده ای دختر من تو رو دوست میدارم گفتن نمیتوانم. همه مشکلی ها یک طرف، باز این دامولا برآمد. این آدم باشد از پشت من در بیمارخانه خواب است. ای برای یک موسفه چی قزیق میشوی؟ آدم همه خز زندگی میکنه بس شه. ببین خواهرت در چه قدر مسافه نزدیک است. شکر گویی نعمتت افزون شود، گر نگویی خواهرت باز گم شود. همین خیلی. با فکر من تو ینگه زهرا را سرهوی نمو. همین سمی از کو مثل کامیراهای شهری بی خطر فقط طرف زهرا نگاه میکنند بی حیا. شوکت، من تو را چرا در نزد زهرا رونان نگذاشتم؟ برای او را پاسخ کردن ها؟ آقای کلتکلس از شما عذر میپرسم. من روزی در روز خط تو هستم کو. در یک روز در 2 جا بودن رفتم شوکت. باز کجا؟ این سمی بسیار خطرناک است و شار شدم بازی. با خانه رفته کمی در اونجا گردیم. میگویی بترسانیمش؟ نه. بچه استاخی خنده غلطون دی او بولای اینها را یک طرف گذار. اکای احمد زنده باشی. سردارم انا خواهر کلتکلسی مشهور، تقریبا 20-25 ساله، دختری کودکانه، ولی شو نکردن. خیرت که گفتی نمیدانستم. میدانم. در نزدی او گم میزنم، دهانت رو نکشای. سلام علیکم. خوش آمدید داماد جان. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدی عزیزم، بیا. خوش باشید جانم. خوش آمدید دومولوزیو. خوش باشید. سمی جان، زهرا باید با شوهر شونده‌اش باشد. شما با ملیس و بیرون برآمده یک سیر رو گشت کنید. می شود کمی پس می برایم. ببخشید. لبه سیلین جان. زهرا جان، تمام حساب ها باز آموخته شدن. 2 مشتری چک خواستم، باید به آنها دهم، اما جستجو دارم از هیچ کجا نمیابم. مایلش جانم آرام شو، من حاضر میآیم. چی شده است؟ در کارخانه باز تمام حسابات ها آمیخته شده است. به زمین این 2 چک دیگر گم، نمیدونم یکم منیجر خوب پیدا نکردم. خیر چی میشود اکنون؟ سیلین بسیار عصبی شده است. در کارخانه خودش تنها رفته به او یاردم دهم. دامولازیا هم با تو رود. تنها نرو چون که خواطری میشوم. دامولا یک جای روید. البته جناب، مشکلی نیست. پس ما میبریم. من هم با شما میروم. یکی شما از اونجا به یکون جای دیگر میروید. بسیار خوب میشود. شاید یک جای درباره کار هم صحبت میکنید. کار؟ بله، تو مگر نگفتی که به خارج رفتن نمیخواهم؟ بین همش خوب میشود. کارهای آهسته آهسته برار میگیرند. چه خیر کار بابا جان؟ من نفهمیدم. کمی پیش تو نگفتی که یاردمچی عهده‌وران نیافتیم؟ مگر از سمی دیده یکون کسی باورناک رو میابی؟ بین آدمی میخواستگت در روبرویت. شرکت را به این کس، این را به شرکت سپار تا که شرکت را به هوا برد. راستی من نمیدونستم. حالا در اینجا موندنم رو قرار ندادم اما نه سمی جان، این فکر عالی جناب است. زود این را قبول کن. بله امر جان. سمی چرا ما این را پیشتر فکر نکردیم و خیر؟
بسیار عالی جناب می شود. خدا شکر این رو بین مانندگانه با همه می چسبد. یگان کار کردن لازم. در همه وقت روز در برک زهرا می شوم. هنگامی سرت رو به هر طرف گرداندن اول زهرا رو بعد من رو می بینی. نمی شود امکان ندارد زهرا رو با شخصی مثل تو فریبگر در یک کارخانه تنها گذاشتن. از رشک زیاده بکفید دام الله. خیر رفتیم نباشد. من هم میایم. یعنی اول به آفیس بدارم بعد به یکان جای دیگر میرویم. میلش می شود. تیار شوید می رویم. من آماده هستم. من تیار شده میایم. تو چی درد داری میدونم اما چی؟ میابم تو خاطر نشه. زهرا تو رو نه زاغسیار رو دوست میدارد اما چرا با تو اویله دار میشود؟ آخر من فهمیده بودم که زهرا تو رو دوست نمیدارد. در تو چیز پنهان است. داملا زیاد نیافتم اما خاطر نشو میابم. مادر چیکار میکنید؟ اکنون شما لباسم رو انتخاب میکنید. بله یعنی تو وقتی که این خیلی زیبا نمیپوشی من انتخاب نمیکنم. یعنی من نمیفهمم اینقدر لباسای قیمت رو تو چطور انتخاب میکنی؟ البته این هم قابلیت است. ای مادر شما چیکار کرده استودید؟ وقتی ما رو میگیرید آخر اونها ما رو در بیرون منتظرن. چه خیلی وقتی تو رو گرفته ایستادم. من برای خوبی تو گفته ایستادم. بین حالو هم دقت سمی رو به خود جلب کرده نتوانستی. از زهرا کنده نمیشه. چیکار کنم مادر؟ سمی رو نگاه کند گفته جدایشون کنم. تو جدایش میکنی با نگاه های اما با نگاه های خالی نه. یعنی سلاح مهمی زن یک نگاهی اوست. یک نگاه میکنی به دست میاری. باید نگاهت هم دعوت میکنی و هم به خود او رو میگیری. باز نشود که سستی کنی. در وقتهای تنهایی مانده رفتارهای دختری شرمگینت را از دست نده. کمی ناز کن، کمی شرمگین شو. مادر از سمی چی سوا شرم کنم؟ شرم نکنید. تو را دختری عیش پرست فکر میکنم. یعنی زن گفته آنه را میگویند که مرد را به حسیات میارد. مادر این چیزهای کهنه گذشتن. گذشتن میگوید کهنه بوده است. گوش کن چی میگوید. زن باید مانند آب شود. نه به نوشیدن نه به ننوشیدن دیل قرار گیرد. فکر کن کنی فکر کن. نه به نوشیدن نه به ننوشیدن این چی معنا دارده؟ خانم زهرا ما رو خطا نفهمیدی. یعنی این سمی در خانه با شما و هم در کار با شما یک جو. یعنی 7 روز 24 ساعت در بر شما می شود. من نفهمیدم. داملو به فکر من خودم را به شما فهمانده نتوانسته ایستادم. چند بار گفتم که بین من و سمی یگان چیز نیست. ما با هم دیگر با چشم بد نگاه نمی کنیم. برای شما رو قانع کردن چی کار کنم که میفهمید؟ با آواز بلند فریاد زنم، داد زنم؟ باور میکنید؟ با خدا خانم زهرا تا وقتی که این سمی در بر شما میگردد. داملا یک چیز پرسم ممکن است؟ شما به من رشک میکنید؟ رشک کردن؟ چه رشک خانم زهرا؟ این خیلی گپ نیست. چند بار این رو به شما گفتم من در محلت داملا هستم. یعنی نمیخوام که انسان ها از قفوی من خندن. درد من این است. بس آخیر بس. من هم همینقدر صبر میکنم. داملا باشی داملاگیت رو کن. خیر فهمیدیم که داملای جماعت بوده ای. بچی به سرمون بلا شدی. این خودش چی گپ است؟ تو چی خیلی داملا هستی؟ در حیات من این خیلی داملای رقاص را ندیده بودم. تو یگاه هیله داری. خانم زهرا لطفا. خانم زهرا لطفا. من همین خیل کردم. من همین خیل کردم. بله همین خیل کردی عزیزم. خانم زهرا لطفا بس آخیر. صبر من هم تا جایی بودگیست. یک خوبی کردی به سرمون پر آمدی. خوبی کردت رو هم خودت رو هم آدم شو. فهمیدی؟ میگویم آدم شو زیا. مایلش منش دملا تا این دم کمی به اهمیت بودم اما من بعد احتیاط می شدم. لیکن از این پس در این باره دیگر گم نمیزنیم. منش
تشکر. ممکن تخمین کردید که آمده ایم تا اینکه درباره اکتون گپ زنیم. شما اکم را یافتید؟ متاسفم شما را بهوده خواطر کردیم، اما او را میابیم. زیغ نشوید. خدایا التجا میکنم، خواهش میکنم، التجا میکنم او رو یابید. میابیم، خواطر نشوید. گوش کنید خانم بتون، در این خیلی حالت ها هنگام طرف های دیگر را جستجو کردن یا مانند شما با واسطه پلیس جستجو میکنند و یا از گرد و اطراف پرسپوس کرده جستجو میکنند. اگر شما را یابد مطلقا، اما حتما پیش از همه به ما آمده خبر دهید. دیگر هیچ چیز نمیخوام. در این دنیا تنها آرزوی یافتن او را دارم. البته خبر میدهم. ما وقت شما را نگرفته اجازت میپرسیم. برای آمدنتان رحمت. سلامت باشید. خواهش میکنیم. حالا هم نمیداند که او کیست. کلت کلاس خودش را شناس نکرده است. گوش کن، تو هم درباره کلت کلاس و هم زاغسی ها سفسطه نگوی. باید شناسنامه‌اش را مخفی نگاه داریم. جواب ده گوند. سردارم گفته که دهانم را نکشم. با کجام که بزنم اکا؟ تو میدانی تو آدمی نمونوی بوده ای. در این دنیا مانند تو هیچ کس نیست. دویمش رو ندیدم. اگر بینم سرم را میبرم. سردارم تشکر زیاد. دستت رو گیر. من یک تویم. زهرا جان، پیشتر هم گفته بودم، باز میگویم که کارخانه معماری تنها و تنها اینقدر زیبا میشود. یعنی در حقیقت بسیار جالب است. تشکر زیاد سمی جان، اما این را با سیلین یک جا آرا دادیم. سیلین تو رو تبریک نکردم، گفته باز خفه نشوی. چرا خفه شوم آخر؟ یعنی قسم زیادی آرایش به من تعلق داشت. از تو سمی جان همه تبریکات رو قبول دارم. نه به خدا غمگینم زهرا جان. هنگامی در مکتب بودنمون همه چی رو از من رو بردور میکردی. تهمتی تایور. با آرایش‌های کرده من نامت رو نوشته با معلم نمیدادی مگر؟ دختران از پشت من شده جنگ نکنید. این رو بین چه خیلی هله کرده ایستاده است. این دیوانه رو هر کارش هله است، اما من در بزنم. سمی عزیزم، دختران زیبا رو بینگریده. تو خوب هستی؟ آمدنت رو از زهرا فهمیده زود به زیارتت آمدن خواستیم. چه خیلی شما رو یاد کردم، بسیار هم زیبا شده اید. چشم نرسد. تشکر عزیزم. تو هم هیچ تغییر نیفته ای، باز هم زیباتر شده ای ها؟ باز هم خطرناکتر شده است. دخترها مرا اینقدر تعریف نکنید، از خود دارم باز. نه دوستم، نه، مجازم قبول نمی کند. من به این حریف هجوم میکنم. زهرا، تو مگر فاتحه شده ای چی؟ که شدی؟ بسیار ناگهانه شد، خفه نشوید. شما را دعوت کردن نتوانستم. باورم نمی آید. چی شد دیلیس؟ آخر بسیار خرسند شدم. یعنی از وقتی مکتب شما با یک دیگر بسیار میزیبیدید. تبریک میکنم. سمی، زهرا، با شما خوشبختی خواهانم. چی شده ایستاده است؟ متاسفانه دخترها، من کمی دیر موندم. زهرا رو دیگر که صاحب شد. نفهمیدم. چه خیلی دیر موندی؟ شوخی میکنی؟ وای کیست؟ دامولوزیا. دامولوزیا؟ او کی بوده است؟ دامولوزیا؟ شناس شوید؟ فاتحه شده زهرا. این حال در مسجد محله‌مون دامولو میباشد. ای بس آخر سمی خیلی شوخی نکن. شوخی نمیکنم. چه خیلی یعنی؟ این خیلی نمیشود. شوخی نیست؟ چه شد؟ معقول نشدم؟ اجی نه ها؟ اینها هم معقول نشدن با من.
اینها از ذات صمیمی باشن. با شما هم با میخوریم بنابرای دستید شما. ба худо аҷоибанд духтарҳо. зуҳрои мо қарор додааст ки бо домлои масҷид оиладор мешудааст. ба худо ин қувваи ишқ аст. خواهی نباشد سمی از ما است. باز بخیلی نکنی زهره جان. بخیر است دوملو. زهره جان خدا به مرادت رساند. домло барои табрик кардан иҷозат ҳаст? ин қадар ҳам не. барои ин магар аз ӯ иҷозат мепурсӣ? Не иҷозат гир. боз дуояш туро нагирад. ман хомӯш гирам, дуояш мегирифта бошад. дуои ман одамро он хел не, ин хел саравайрон карди кӯдак. домло чӣ кор мекунӣ? домло чӣ кор кардӣ? ба ту чӣ гап назан зӯҳро. чӣ кор кардам домло? ё худоё, ту дар назди ин ду аҷина ҳатто маро пуштибонӣ накардӣ, боз гап мезанӣ. аз ин пас дар фотиҳаи ман нестӣ. дидам чӣ хел одам будаӣ. домло ин хел накунед, маро танҳо нагузоред. илтиҷо мекунам, маро танҳо нагузоред. خندید چه خیلی گفتن آخری خندگیری است. سمی جان کمی ناراحت شدم. با بیرون نبرویم ها؟ ба худо сардор иҷозат диҳад баромада сайру гашт мекунем азизам. чӣ хел сардор? ту намедонӣ? ман дар ин ҷо кор мекунам. зуҳро сардори ман аст. бисёр маҷбур кард ман бошам қабул кардам. охир ин хел сардори зеборо дар куҷо меёбӣ? агар ӯ иҷозат надиҳад ба ягон ҷо рафта наметавонӣ. сафсата нагӯй самӣ. кагоҳ корро оғоз мекунӣ? чӣ коре мехоҳед ҳоло кардан гиред? мелис ҷон ба куҷо меравӣ? сарам каме дард дорад. ба хона равам майлаш. زهرا این کار چی خیل شد؟ یا که تو خود را با او بخشیدی چی؟ لیکن بسیار شخصی زیبا بوده است. احتیاط کن باز از دستت نگیرم. بیار از زاغی سیاه یگان خبر هست؟ نه سردار، زهرا را تعقیب کردم، او را ندیدم. این بوی مکنی را بینا، او را ندیدم. از چینگیز احمقش خلاص شدم، حالا باشد اینش برآمد. آخر خانم زهرا باید در راهش راست رود. این خیل نمی شود. فاتحه شده ای داملا زیاه است. باید این خیل حرکت کند. آخر شرم میکنم ای برادر، شرم میکنم. 24 ساعت از تعقیب کناندن فاتحه شده ای داملای بزرگ شرم میکنم. آخر شرم. اما میدانم اینها همش از پشت آن زاغ سیاه است. شما باید بدانید که داملا زیاه با من چقدر آدمی قدردان است. کسی با او حیله میکند، با من حیله کرده است. همین خیل نمیک؟ بله اکا راست میگویی. ای بلا زند تو داملا زیاه با وحیمه هایش او را اولیا میکند. آخر
اولیا زیارا باید زیارت نماییم. چقدر شد که زیارت نکرده ایم. عیب شد. شاید در موضوع فاتحه شدهش او را هشدار میکنیم، اما چه خیل کردن امان را نمیدانم. احتیاط کردن لازم نمیشود. ملیس چی شد؟ این چه حال است؟ سمی با زورو یک جای کار میکند. اگر احتمالی با زورو عاشق شدن سمی نباشد، انیا با عاشق میشود. السلام دختر، السلام. در طرف ما صبح شده است، تو باشی نو از خوابت میخیزی. آخر برای کارو قبول نکردنی سمی فشار میآوردی. با زهرا کار کردن بسیار مشکل است میگفتی. یگان کار نکردی ملیس. بیهوده است مادر، ما بیهوده کار کرده ایستاده مادر. سمی با من یگان حس یاد ندارد. او زهرا را حتی از جانش هم زیادتر دوست میدارد. چی کار کنیم؟ نشسته که زهرا دوملا رو ترک کرده با سمی دل بستنش رو نگریم ها؟ خیز افتت رو به ترتیب درار. زود سمی تو رو با این حال نبیند. خیز مادر مرا راحت گذار. سمی به من هیچ دل نمیبندد. مرا بیهوده امیدوار نکن. ملیس جانکم آرام شو. تو کمی غضب داری، از همین سبب این خیل میگویی. بگذار سمی با زهرا کار کردن گیرد. تو قوت رو از دست نده. زود امکان رو به زهرا نده. آخر چی فرق دارد؟ سمی او را دوست دارد. یعنی مگر با او خانه دار شود بد است؟ مادر این کارو کردن نمیتوانم، نمیشود. بسیار مانده شدم. از پشت سمی دویدن بسیار مانده شدم. نوعهده برای بیعقل. تو همون قدر بیعقل هستی که میخواهی سمی با دیگر کس خانه دار شود. بس از خاموشم. بس از تو از آنی که حیاتت رو به زهرا میدهی بیزار نشدی ها؟ تمامی حیاتت رو به زهرا دادی، حالا باشد سمی رو به زهرا میدهی. به تو فرق ندارد. باورم نمیآید. آخر باورم نمیآید. یگانه دختر دارم، او هم باشد به من نیبو با پدری تنبلش رفته است. باورم نمیآید. زهرا این چی کاری کرده بود؟ پشت من رو در نزد آنها هیچ نگرفته تنها گذاشتی. سلام علیکم حاجی زیا. سلام. بیا دست مبارکتان را بوسه کنم. به خدا نمی ارزد و اما خوب هستی دوملا؟ خوبم. شما چی خیلی آقای کنعان؟ من خوب هستم. شما خوب نمی نماید دوملا. یکان کس غم میدهد؟ نه جناب، کمی خستگی گویه میشود. دیگر خوب هستم. چه؟ من ای برادر در روی این ذات مبارک چیل گویم؟ فاتحه شده شما بازاقی سیاه میگردد. این رو چیل گویم ها؟ دوملا برای سلام دادن آمده بودم. در حق ما دعا کنید دوملا. احتیاج داریم دوملا. میکنیم. رفتیم. این کنعان دیوانه حتی مرا از زهرا بسیارتر فکر میکند. خدای توبه. یا خدا چرا این رفت؟ ملیس بابایم در کجاست عزیزم؟ بابایم رو چرا میپرسی؟ تو خوب هستی؟ از پشت تو شده. تو چی میگویی؟ نفهمیدم. برای با دیگران خوب شدن نمیفهمی زهرا. ملیس تو میدونی که امروز در کارخانه چی رخ داد؟ من بسیار مانده شدم. میدونم. تو یاردم چه گرفتی کو؟ دیگر مانده نمیشوی. امیدوارم، اما این حیات است، مشکلی زیاد داره. از همه چی شکایت کرده میستی. همه چی از آن توست، اما تو هیچ شکرگزار نیستی. چی ها از آن من بود است؟ این خونه، این حیات، محبتی بابایم، همش از آن تو. اما بسی نمیکند زهرا. ملیس تو چی میگویی؟ چی سبسته گفته ایستاده‌ای؟ حالان که من هیچ چیز ندارم، نه محبتی بابایم، نه حرمتی مادرم. بعد سالهای طولانی شخص برآمد که با من ساز گرفت، تو باشی آن را هم از دست من گرفته ایستاده‌ای. ملیس سبسته نگوی. البته سبسته میگویم. ملیس سبسته میگوید چون که ملیس به عقل است. کیست تو ها؟ برای احمق بودنم همه چی رو از دستم میگیره ده؟ میبخشی و من چی رو از دست تو گرفته ایستادم؟ سمیرو. سمیرو؟ بس نیست؟ ملیس چی گفتنت رو اهمیت بده، فهمیدی؟
از حد گذرانده ایستاده ای. از حد گذرانده ایستادم؟ تو مگر میدونی که از حد گذراندن چی معنا دارد؟ به نزدیکی با دامولو اولادار میشوی اما هوش در دیگر جا است. بیچاره دامولوزیو، اینقدر بد اخلاق بودنت رو اگر میدونیست. میلیس به تو افته ایستادم، از حد نگذران. دامولوزیو، زاغیسیو، سمی، چه زیبا سه آدم در یک وقت. اگر پدر و مادرت زنده بودند به این حال نمیرسیدی. پدر و مادرم رو به دهان نگیر. تو کی هستی که به دختری من دست میبرداری ها؟ خودت رو کی فکر میکنی؟ بگذار مادر، حیات به سری وزینی رو آورده است آخر. من به تو چی کردم که با من چنین رفتار میکنی ها؟ چی گپ است؟ چی قبو میبرداره؟ باز جنگ کردید ها؟ چی شد میدونی؟ زهرا میلیس رو با شپلق زد. زهرا راست است؟ اینجا چی گپ است؟ زهرا؟ چرا گریه میکنی؟ او خوب است، او بسیار خوب است آقای اکرم. دختری من بد است. نبراتون دختری مرا با شپلق زد آخر. این چه احمقی است، این چه بد اخلاقی است. دخترم راست است؟ گپ زن دخترم. اصلا گپ زدن نمیتواند بابا جون. این نبیره دوستداری شما، نبیره که به نزدیکی با دامولوزی و اولادار میشود. دامولو را فریب داده خوشی گوشش در دیگر جا است. تو چی گفتنت را فکر کرده ایستاده ای ها؟ بس از آخر خاموش شو. چی کار میکنی؟ باز میزنی ها؟ دم تبی که حیوان. پس است میلیس، تو مرا بسیار در حیرت گذاشت، غمگین کردی. زود از زهرا بخشش بپرس. باز من از زهرا عذر پرسم؟ او به سری من دست برداشت، او من رو به شلاق زد. یعنی من گناهکارم؟ برای چه همه وقت شما او را پشتیبانی میکنید؟ یگان کس با ناموس نبیره من بازی کردن نمیتواند. تو هم مگر نبیره شما رو یگان کس شلاق زده میتواند؟ اون نبیره شما از من هم. چرا او را پشتیبانی میکنید؟ چی من نبیره او گای هستم؟ دخترم را به چه حال آورده ده؟ در این سالش او را کسلی روحی کردید. حیف بر شما. باید شپلق نمیزدی زهرا. حیف به تو. میلیس درو کشو. مادر مرا راحت گذار، رو از اینجا. میلیس این خیل نکن، درو کشو عزیزکم. مادر رو از اینجا نمیخواهم. میلیس تو رو از اینجا، من با او صحبت میکنم. مادر بیرم. میلیس در رو کشو، در رو کشو. میلیس، کاش که چی خیلی که به زهرا محبت دارم به تو و حالی این خیل محبت می داشتم. تو می دانی زهرا در خردسالی یتیم و بی‌پرستار ماند. او به محبت من بسیار احتیاج داشت. خودت فکر کن، مادرت در هر حالت در برت است. پدر داری که تو را از جانشان بسیارتر دوست می دارد. از سببی که او محبت پدر و مادر را ندید، من او را خوبتر نگاه و بین می کردم. باید او را پشتیبانی می کردم. می فهمی؟ از همین سبب، از آنی که عائله‌ام را دوست نداشتم، با او بسیارتر سر و کار گرفتم. میلیسم، تو هم یگانه نبیره من هستی. تو یکتای من هستی. جان من. بابا جان. جانم.
کنی گریه را بس کن. دختری کلان شده ای مانند کودکان گریه میکنی. تو را هم خانه دار کنم. بابا بله بسیار خوب میشده. هر دو نبیرم را در یک روز با لباس های عروسی دیدم. زارو با دوملوزی اولادار میشد ها بابا جان؟ البته آیله‌دار میشد. من توی آنها را ندیده، تو را هم آیله‌دار نکرده. به خدا از اینجا به آنجا نمیرم. برای زهرا جان در این دنیا به غیر از داملازیا شخصی موافق نیست. جانکم شیری نکم. بابا جان گریه نکن، هیچ نمیزیبد. همه وقت خندان باش میلش. بابا جان من در کجایم؟ با من چی شد؟ با صدمه دوچار شدید حالا باشه در بیمارخانه اید. 40 صدمه؟ چرا من خبر ندارم؟ من باید روم. جماعت مرا انتظار است. جناب با این حال رفتن نمیتوانید. جماعت مرا انتظار است. جناب رفتن نمیتوانید. من حتما باید روم. جماعت مرا انتظار است. جماعت انتظار است. ای زهرا، نه قدرم و نه قیمتم. خواهر عزیزم، مرحمت دامولو. سلام خانم، نشستن ممکن؟ البته شینید. مرحمت شینید. دامولو احوالتون چی؟ تشکر خانم برا. خدا چی؟ شکر خدا. چی خیلی که دیده ایستاده ای؟ دامولو نه چای دم کردن مینوشید؟ مایلش بیارید. بتول برای تو هم بیارم اگر زحمت نشود. سویل جان با چای از شیرینی ها هم بیار. اوه چه مهمان داری. رحمت کلان. خانم بتول، در حقیقت بسیار خوشحالی می باشید. چی دانم مادرتون، خاله خاندانتون، یعنی در دنیا با آدمان دوستدارمان بودن بسیار خوش هستند. من یک اکا دارم. اکا داری؟ من نمیدونستم. در حقیقت نمیدونستم. اکام سالهاست او را میجویم. در جستجوی او هستم. چه گویم؟ امیدوارم یکدیگر رو میابید. انشالله. سیوال کمی بچه‌تون رو بیارم. تو چیکار میکنی در اینجا؟ من به تو نگفتم که مرا ناراحت نکن؟ آخر تو چرا گپم را نمیفهمی؟ اما این خیلی نکن سیوال، من بسیار تو رو دوست میدارم. انا من برای تو تحفه گرفتم. چه خیلی توفه؟ سپچکای کیلویی؟ توفه از سرت ماند؟ این خیلی نمیشود.
من برای تو تحفه قیمتبها گرفتم که مناسبت آموزساز شود. تو تحفه رو گرفته در زمین پرداختی. تو همسر من هستی. چخل همسر احمق. ما جدا شدیم، این رو به سر قصد جای کن. جدا شدیم. من تو رو دو طلاق کردم فهمیدی؟ فراموش مکن. یک طلاق دیگه موندگه. تو همسر من هستی. بکش خودت که طلاق نمیکنی، فهمیدی؟ من وقتی لق کردن رو ندارم. چی گفت؟ لق گفت؟ من لق میکردم؟ خدا تو رو زبالستان کسی بزنه خدا بزنه. دیگر بلند رو نشم. مسجد هزاران بار شکر خدایا یافتنش آزان بده است. خدا از آن مردی که به من راه را نشان داد راضی باشد. ای مردی فریبگر منو فریب داد. مسجد در اینجا بوده است. خیلی میلش جواد